با ناآرومی دیدیم. ما وقتی خردکک بودیم ناآرومی دیدیم که چگونه بود، قحطی بود. حتی خودم میدونم که در همون نان یک بولکه خیلی میگوییم، در همون خیلی اوچرود می ایستادم. 6 ساله 7 ساله بودم، تا بگاه حتی ایستادگی هستم. من میدونم که این تینجی خیلی نعمتی بزرگ است. شکر نعمت افزون کند، کفر نعمت از کفر بیرون کند. لیکن افسوس میکنم که من باز من جوانهای یافت میشوند یا انسان‌های هستند خائنان وطن که زادگاهشون هست اینجا، تولد شدن در وطن، لیکن وطن خود به خیانت میکنند، از خارج ایستاده وطن به سنگ میزنند. حزب نهضت اسلام سردارش که کبیری هست یا سید یونس استراکشنی است که باور کنید ما شرم میداریم که استراکشن است، نام استراکشن رو پس کرده است. میگن که بهترین شما کسی است که به مردم نفعش رسد. اگر نفعتون رسیده این نباشد ضرر نکنید، قوت نیکی نداری بد نکن، در وجود خود ستم به حد نکن. خودت به ستم میکنی، خودت به اسخاری ایستادی، پدر و مادرت اینجا خیلی ناراحت هست، راضی هم نیست است. بعضی هاشون میگن با فرزندم بیا نمیبیاد. میگن حتی از دقتی دولینی است فشار خون شده از دنیا گذشته. ما شاهد بودیم که از دقتی برای فرزندش که نمیبیاد. اکثری همین حزب نهضت اسلام حزب بودن، حزبی ها یعنی چی بودن؟ اهل شیعه بودن، مذهبشون شیعه بود. بسیاری شیعه ها شامل به همین حزب شده بودن که آخه بسیاری اونها شیعه مذهب هستند. چگونه میشه تفریقه پیدا میشه؟ اون حزب آخرش نیست. وقتی که یک مذهبی حنفی شد یک شیعه شد، بین خودشون اختلاف میشه، نابودی میدونن. اگر سر قدرت بیانم باز جنگل هست. همین سوریه و شام که هست، شام و عراق که هست، یکی از سببهاش همین شیعه و سنی جنگ ماندن نمیشه، جنگ شده نشه. اختلاف از همین برخاست که اینقدر جنگ شد، اینقدر کشتار شد. یک سبب همین هست.